این داستان مزاحمت کفتارها و چالاکی پلنگ‌ها. بیایید به دشت‌های پهناور آفریقا سفر کنیم، جایی که حیات وحش در نبردی بی‌پایان برای بقا درگیر است. در این سرزمین پر از رمزو، هر شکارچی راهی و روش خاص خود را برای حفظ طعمه و مقابله با رقبا دارد. در میان علفزارهای طلایی، گروهی از سگ‌های وحشی آفریقایی یک ایمپالا را شکار کردند، اما آرامش آنها چندان دوام ندارد، چرا که یکی از مزاحم‌ترین موجودات این سرزمین در کمین است. کفتار خالدار. این کفتار جعوس به تنهایی تلاش می‌کند سهمی از شکار به دست آورد، اما در برابر گروه پرجمعیت سگ‌های وحشی چاره‌ای جز عقب نشینی ندارد. اگر تعداد بیشتری از هم‌نوعانش در نزدیکی بودند، سگ‌ها مجبور می‌شدند تسلیم شوند، علاشه را به آنها واگذار کنند. در سوی دیگر این دشت‌های بیکران، یوز پلنگی یک ایمپالای دیگر را شکار کرده است. اما قبل از آن که حتی فرصتی برای لذت بردن از طمعش پیدا کند، سایه‌های آشنا از دوردست نزدیک می‌شوند. کفتارها باز هم مزاحم شدند. این حیوانات جعوس و بی‌پروا شکارچیان را در لحظات حساس به چالش می‌کشند و اغلب موفق می‌شوند شکار را از چنگ آنها در بیاورند. به همین دلیل گربه‌سانان در آفریقا یاد گرفتند که برای جلوگیری از جلب توجه کفتارها، شکار خود را بی صدا از پای در بیاورند. آنها معمولاً با فشردن گلو حیوان را خفه می کنند تا هیچ صدایی تولید نشود و خطر کمتر گردد. پلنگ‌ها که شکارچیانی چالاک و قدرتمندند، راهکار ویژه‌ای برای مقابله با کفتارها دارند. آنها بلافاصله پس از شکار لاشه را به بالای درخت میبرند تا از دست برده این مهاجمان فرصت طلب در امان بمانند. اما پلنگ‌ها فقط به دفاع بسنده نمی کنند. آنها شکارچیانی جعوس روگاه انتقامجو هستند. از شکار بچه شیرها گرفته تا روباها و حتی کفتارهای بی احتیاطی که بیش از حد به قلمروشان نزدیک شوند. کفتارها بی‌وقفه در همه جا مزاحم دیگر شکارچیان می‌شوند و پلنگ‌ها گاه برای انتقام آنها را شکار می‌کنند، اما به شیوهی غیرمنتظره، طوری که حتی کفتار هم فرصت واکنش پیدا نکند. در این مبارزه بی‌پایان میان قدرت، چالاکی و حیله‌گری، هر حیوانی که هوشمندتر باشد، یک قدم به بقا نزدیکتر خواهد بود. اگه اینجور ویدیوها را دوست دارین، حیات وحشی را دنبال کن.